پیغمبر اسلام به نزد فالبین و جادوگر رفتن را قطعیاً منع کرده فرموده است. ای مردم تاجیک، هر کس به نزد فالبین رود تا 40 روز نمازش قبول نمی شود و اگر به گفته فالبین باور کند از ایمان خارج می شود. در شریعت سحر و جادو و زنا از جمله گناه‌های عظیم می باشد. سوال دیگر این است که چرا والدین اینقدر به گرفتن تعلیمات دینی بخصوص در خارج کشور میل و رغبت دارند، در حالی که طبق سندهای قبول کرده نه فقط کشور ما بلکه در اکثر دولت‌های دنیا سند ختم مؤسسه‌های تعلیمی دینی مملکت دیگر اعتبار ندارد. اکثر پدر و مادران با این نظرند که فرزندشان با آموختن علم اسلامی شرط نیست که در ساختارهای دولتی کار کند. ملا یا خادم دین شود کافی است، مردم هم میخوراند و هم میپوشاند. با در نظر داشت حالتهای ذکر شده با تمام ساختار و مقامات دولتی از جمله رهبران ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها، مقامات حفظ حقوق، سودها، کمیته‌های کار با جوانان، دین، اتحادیه‌های دینی و دیگر تشکیلات‌های جمعیتی ضرور است که کارهای فرماندهی و دیگر طرز و اصولهای مؤثری پیشگیری کردن افراطگرایی، خرافات پرستی و ویرانکنی محدودیت‌های با قانون مقرر شده را راه اندازی کرده جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان تدبیرهای مؤثر اندیش. ما نباید فراموش کنیم که قانونهای ملی ما قانون عادی نه بلکه یک اصلاحات معنوی و اجتماعی کشور بوده. فضای مفکوروی و حیات اجتماعی مردم را از خرافات و تعصب آزاد می نمایند. اگر این قانون به نفع مردم نمی بود، چندین کشور دور و نزدیک این قانون ما را آموختند و عیناً چنین قانون را در داخل کشورهای خود قبول کردند. من شاهد هستم در یک عائله در یک روز 3 کیلو آوردن. 40 در هفته از عائله دار شده نمیتواند. سینی فرزندش. دختران به 30 رفتن شوهر کرده نمیتواند. وظیفه پدر و مادر چی است؟ خواستگاری را کی میکند؟ در بعضی کشورها میدانم، شما میدانید خادمان دین دور نمیره، صد نمیرود. همین که خاندار نشده، عائله‌دار نشده، فرزنددار نشده از دنیا میگذرد. این چی زندگی است؟ خداوند بنده را حث کرده است که از این دنیا بهره‌ور شود، عمری با برکت بیند، از خود میراث گذارد. میراث چی است؟ فرزند پیش از همه. یک چیز را من به شما مراجعت کردم، میگم من کلی مردم تاجیکستان، دوستان عزیز، وقتی که ما شما فرزند به دنیا حس میکنیم، این یکی از هدفهای مقدسی پدر و مادر. دیگر وظیفه مقدس پدر و مادر تربیت کردن این فرزند است. یعنی چی؟ ما با سواد کنیم، آداب و اخلاق حمیده تربیت کنیم، کسب و هنر گیرند،
علم آموزند. زمانه را نگاه کنیم. الان مذهب ما مذهب حنفی انا همین را تلقین میکند. به سواد میماند، به کسب میماند، به هنر میماند، در قد کوچک کارش به گدایی یا جنایت صادر میکند یا مواد مخدر استعمال میکند، دائما در زندگی اذیت میکشد. پدر مادر ما شما وظیفه ما شما آن است که اونا را تربیت کنیم، صاحب کسب و هنر گردانیم، علم آموزانیم که بعدی سر ما شما آنها زندگی حیات مستقلانه خودشان را پیش برده توانند. برادران عزیز، هموطنان عزیز، خادمان دین محترم، نسبت به فرزند خودمان فرزند بودیم کو، هستیم کو، بسیاری ما پدر مادر داشتیم. چقدر زحمت کشیدن سالهای وزمینی شخصان کلاسا، نان نمیخوردن در شکم خودشان برای فرزند. گوشت نماند، گرسنه نماند، پای لوس نباشد، لباس. مخصوصا برای دختران مادران زحمت کشیده که کلان کنم و حیات مستقلانه گسیل کنم. نمی‌طوریه چقدر اذیت میکشن. وقتی که شخص فرزند صاحب سواد است، کسب است، هنر است، علم است، همین کل دنیا جای کار است. بیرون از تاجیکستان در کدام گوشه کنار مملکت دنیا نان جای کار و زندگی خود را می‌یابد، عذاب نمی‌کشد، عمری با برکت می‌بیند. این است وظیفه پدر و مادر. من در سفرها می‌بینم، صحبتم می‌کنم، هستن شخصانی که نسبت پدر و مادر خود نارضا هستن از زندگی. پدر و مادرم همین خیلی کردن. چکار کنم جناب یاری؟ سه معیوب در خانه آوردمان است. در عرباچه ها ببینی هر یک دخترک پسری وی است معیوب، از میان پایان کار نمیکنه. گاوره بخش کرده است. با کی؟ این بیرحمی، این بیرحمی. این چیزای کوره عصری گذشته ها. شوهر پرتافت از در خانه و رفت است. چی کار میکنم من؟ از من چی میماند؟ رفت است. مادر در عائله دو دختر و دو پسری معیوب. اکنی پدر و مادر پیش از همه گناهی عیبی پدر و مادر است. نصیحت نکردی، آداب نآموزاندی، خب پیش رای با تعلیم رفتن گرفتی. جهان اسلام آمیده چیل پیشرفت و ترقیات دارد. فرزندان را در دانشگاه‌های بزرگترین دنیا برده کسب و هنر می آموزانند، دانشمند می شوند. با کی حال پرواز کرده ایستادند؟ چی اونا مسلمان نیستند؟